به این ویدیو خوش اومد. اگر این ویدیو برای تو ساجست شده و تو روش کلیک کردی، تو یک انتخاب شده ای و باید این ویدیو رو تا انتها ببینی. امروز میخوام 6 تا از فاکتاب ترین فیلم هایی که دیدم و بهت معرفی کنم تا تو هم بری تماشا کنی. ولی بهت قول میدم بعد از دیدن این ویدیوها نمیتونی فراموششون کنی. پس اگر نمیترسی لایک کن و کانال منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو تا انتها نگاه کن، چون فیلم آخری که بهت معرفی میکنم یکی از فیلمایی که من به شدت دوستش دارم و بهت پیشنهاد میکنم تو هم نگاش کن. بریم سراغ ویدیو. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. فیلم اولی که میخوام بهت معرفی کنم اسمش هست گلوریس. گلوریس اگه بخوام برات خیلی راحت توضیح بدم، گلوریس از گلوری هول گرفته شده. گلوری هول به زبان فارسی میشه سوراخ شکوه، به زبان فارسی خودمون یه همچی حالتی میشه. و اگر بخوام داستان این سوراخ شکوه رو برات توضیح بدم، سوراخ شکوه روی دیوارهایی قرار داره، تو جاهای متروکه هم بیشتر قرار داره که اونورش موجودات ماورالطبیعی وجود دارن که وقتی این سوراخ رو میبینی ازت درخواست رابطه جنسی دارن و اگر اون کار رو انجام ندی اتفاقای بدی برای تو میفته. حالا داستان این فیلم اینه که یک مرد موقع رانندگی به یک دستشویی عمومی میرسه و میره داخل، داره کارش انجام میده که یک سوراخ روی دیوار میبینه، داره از اون ورش صدا میاد و میاد داخل سوراخ رو نگاه کنه که یک نفر بهش میگه این ور رو نگاه نکن. کسی که اونور دیوار قرار داره خداست که به این مرد میگه یا با من رابطه برقرار میکنی یا دنیا تا چند ساعت دیگه نابود میشه. و این مرد تصمیم میگیره که باهاش رابطه برقرار کنه و بهتره ادامه ویدیو رو نگم، ادامه فیلم رو بهتون نگم تا اسپویل نشه. برید ویدیو رو ببینید. به نظر من ویدیو خیلی خفنیه و موضوع خیلی باحالیه، پس دستش ندید و برید حتما نگاه کنید. بریم سراغ ویدیوی دوم. داستان فیلم اینجا شروع میشه که یک دوست پسر دوست دختر رو با هم دیگه میبینیم که روزای خوبی رو با هم دیگه میگذرونن و خیلی عاشق هم دیگن، ولی یه روز به دختره زنگ میزنن و میگن ما یک جنازه پیدا کردیم و بیا تایید کن که دوست پسرته یا نه. و دختره هم میره و تایید میکنه که دوست پسرشه و ما همینجوری یک جنازه رو میبینیم که روش یک ملافه افتاده، همینجوری خوابیده تا اینکه یک دفعه از جاش بلند میشه و تو راهروی بیمارستان با یک ملافه که روش افتاده قدم میزنه. اونجا ما میفهمیم که این روحه، مثل این فیلم‌های قدیمی که حالت ملافه مینداختن و خودشون حالت روح در میآوردن، یه همچین چیزی. این روحه میره به سمت نور، ولی داخل نور نمیره و نور بسته میشه و دیگه نمیتونه به دنیای ارواح سفر کنه و تو دنیای آدما میمونه. برمیگرده میاد خونه و زجر کشیدن دوست دخترش میبینه. همینجوری چند ماه میگذره، 1 ماه 2 ماه و این عذاب کشیدن دوست دختره رو میبینه و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. بعد از چند ماه دختره یک دیت میذاره و یک نفر میاره خونهشون و این پسرم هیچ کاری نمیتونه انجام بده و شاهده و تماشا میکنه. بعد چند وقت که همینطوری میگذره دختره یک نامه مینویسه و میندازه توی دیوار خونه و باربندیلش جمع میکنه و از اون خونه میره. و اینجای داستان میفهم که این روح از این خونه نمیتونه بره بیرون و اصلا هیچ قدرتی نداره، فقط میتونه توی این خونه بمونه. بعد تلاش میکنه، کم کم میخواد اون نامه رو در بیاره، هی تلاش میکنه، خانواده‌های جدید میان تو این خونه، هی تلاش میکنه میخواد در بیاره، نمیتونه. چند صد سال گذشته ولی نمیتونه نامه رو در بیاره تا اینکه عصبی میشه، ظرفا رو میشکنه، خانواده‌هایی که اومدن تو اون خونه رو اذیت میکنه. باز دوباره چند صد سال دیگه میگذره و همینجوری
این روحه در تلاش اینه که بتونه اون نامه رو در بیاره، ببینه اون نامه چیه. دیگه موفق شده، کم مونده نامه رو در بیاره که یک دفعه یک بولدوزر میزنه خونه رو خراب میکنه و این میمونه و با یه خرابه. چند صد سال میگذره، بعد یه اتفاقایی میفته که فیلم بر میگرده، فیلم حالت چرخه زمان طور پیدا میکنه، 1000 سال برمیگرده عقب، هزاران سال برمیگرده عقب. اون روح همونجا میمونه، بازار اون خونه ساخته میشه، آدمای جدید میان، خودشو با دوست دخترش میبینه، مردن خودشو میبینه، روحی که میاد دوره اون همه یه حالته که انگار توی چرخه زمان گیر کرده رو حس میکنه و نمیتونه کاریش کنه. بهتره دیگه به ادامه ویدیو رو نگم براتون، برید ویدیو رو ببینید اسپویل نشه، خیلی ویدیو خفنیه. چرا این ویدیو رو آوردم تو این لیست؟ چون که حس کن خودتو جای اون روحه بذار، میدونی خیلی حس بدیه و نمیتونی هیچ کاری انجام بدی، هیچ قدرتی نداری، تنهایی خودت و هزاران سال این موضوع تکرار میشه و نمیتونی کاری انجام بدی. فیلم سوم همون فیلمیه که کاورش رو ویدیو دیدید و کلیک کردید که بیاید ببینید این چه کوفتیه. این فیلم در مورد یک دختریه که فوبیای اینو داره که از خونه بره بیرون و میترسه از خونه بهاش رو بذاره بیرون، دنیا رو یه جای ترسناکی میبینه و ماجرای این فیلم کلا توی این خونه شکل میگیره. یه روز این دختره میاد یه تابلو بزنه به دیوار که میاد بزنه، یک سوراخ رو دیوار ایجاد میکنه و زنگ میزنه به صاحبخونه قبلی و میگه یه همچین اتفاقی افتاده، شما خبر دارید؟ و اونا هم جوابشو نمیدن. شب میشه و حال دختره بد میشه، مسواک میزنه میخواد بره بخوابه که معمولا این اتفاق تو فیلم‌های ترسناک میفته، وقتی میخوابن یه اتفاقی میفته، دختره میخوابه و صبح بلند میشه یه ذره مور دم سوراخ پیدا میکنه، دم سوراخی که رو دیوار، بهش توجهی نمیکنه، باز دوباره میخوابه و حالش بدتر میشه. همینطوری باز دوباره میخوابه. شب دوم تو خواب میبینی که میره سمت اون سوراخه و یک زبون از اون سوراخه میاد بیرون و این زبونشو میچسبونه به اون زبونه و حالت این که با اون زبونه لب میگیره و داره اشغال میکنه، یهو از خواب میپره و میترسه و حالش خیلی بد میشه. باز دوباره میگذره و صبح اون روز دوست پسر دختره میاد جلو درش و نگرانش میشه، یه دونه سلیته بازی اینا در میاره و دختر در رو وا نمیکنه تا اینکه پلیس میاد به دختره میگه تو که تنها زندگی میکنی بهتره که یه دوربین مداربسته تو خونت نصب کنی. دختره هم همین کارو میکنه و دوربین تنظیم میکنه رو سوراخ روی دیوار و شب که میخوابه یهو از خواب میپره زیر سوراخ بیدار میشه و سریع از ترسش میره تو اتاق خواب و در رو میبنده و دوربینا رو چک میکنه، میبینه چه اتفاقی افتاده، میبینه داره توی شکمش یا توی دهنش یک دست در میاره و توی سوراخ وارد میکنه تا بده به اون کسی که اونور سوراخه. اصلا یه حالت ترسناکیه، آدم موه بدنم سیخ شد وقتی دارم میگم. هیچی میترسه و میخواد از خونه بره بیرون. همین که میخواد از خونه بره بیرون میبینه فوبیا داره و میترسه که بره بیرون، ترجیح میده تو خونه بمونه و یه چکش بزرگ برمیداره و دیوار رو خراب میکنه و با هیولایی که اونور دیواره روبرو میشه. بهتر دیگه ادامه ویدیو رو براتون نگم، برید ویدیو رو ببینید، خیلی ویدیو خفنیه. خب بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، از من حمایت کنین چون تازه شروع کردم یوتیوب و ماچ به کله همتون. خدا نگهدار.